محترم جناب رئیس، خانم ها و جنابان، تاجیکستان که 93% مساحت آن را کوهها تشکیل می‌دهند، با چنین شرایط مرکب جغرافی یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای دنیا در روند تغییریابی اقلیم به شمار می‌رود. پیرک‌های ما با شدت آب شده، ذخیره‌های آب روز به روز محدود گردیده ایستاده‌اند. سیل آبخیزی، خشکسالی و دیگر پدیده‌های هیدرومتئورولوژی پی در پی افزایش یافته همه ساله به اقتصادیات کشور خسارات زیاد وارد می‌نمایند و با این وسیله با سعی و تلاش‌های ما جهت دسترسی به رشد استوار مانع ایجاد می‌کنند. وابسته به این می‌خواستم بار دیگر تأکید نمایم که تأثیر مستقیم تغییریابی اقلیم به ذخیره‌های آب به طور واضح به نظر می‌رسد و این مسئله باید در مرکز دقت جامعه جهانی مخصوص رهبران دولت‌های اعضای کنونسیون قالبی تغییریابی اقلیم قرار داشته باشد. با استفاده از فرصت می‌خواهم پیشنهاد تاجیکستان را عاید به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و تعیین سنه مشخصی روز جهانی حفظ پیریخ‌ها بار دیگر تاکید نمایم. تاجیکستان از جامعه جهانی جهت تأسیس دادن بنیاد بین المللی حفظ پیریخ‌ها که در دایره آن ما توانیم مشترکاً تلاش و ذخیره‌هایمان را جهت اقدامات عملی برای حفظ پیریخ‌ها همچون منبع اساسی آب صاف سفربر نماییم بارها دعوت به عمل آورده است. باعث خوشنودی است که به نزدیکی سازمان جهانی متئورولوژی و ابزار سازمان ملل متحد آب با دستگیری فعال یک قطار کشورهای شریک تشبث نوی را پیشنهاد نمود که موقع گیری همگرا شده را در مقاومت با تغییریابی اقلیم، محدود شوی ذخیره‌های آب نوشاکی و بد شدن صفت آن پیش بینی می‌نماید. تاجیکستان با مقصد پورا گذاشتن به اداره همگرایانه ذخیره‌های آب با تأکید خاص به استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های آب در سطح ملی و منطقوی من بعد نیز سعی و تلاش خواهد کرد. در این ضمن تاجیکستان همچون کشور تشبثکار 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و به صفت رئیس کننده در خزینه بین المللی نجات ارل بار دیگر تأکید می نماید که در دایره این و دیگر چارچوبه های مهم بین المللی با مسئله های تغییریابی اقلیم توجه اولین درجه ظاهر خواهد کرد. خانم ها و جنابان، در برابر این می خواهم ذکر نمایم که سهم کشور ما در پیشگیری از روند گرمشوی مثبت ارزیابی می گردد، زیرا حصه تاجیکستان در حجم گلوبالی پرتوها در سطح پسترین قرار داشته همگی 0.1003% را تشکیل می دهد. با وجود این تاجیکستان در چارچوبه سازشنامه پاریس اختیاراً عهده‌دار گردید که حجم پرتو گازهای گلخانه‌ای را از 80-90% سطح سال 1990 زیاد نکند. در صورت مساعدت جامعه جهانی این رقم می تواند تا 65-75% نشان دهنده ابتدایی کاهش داده شود. کم کردن حجم پرتوها به فضا اساساً از حساب ادامه دادن استفاده
منبع‌های بزرگی انرژی تجدید شونده بخصوص هیدروانرژیتیکا و انرژی آفتاب میسر خواهد شد. استفاده همگرایانه این دو نوع نیرو میتواند نه تنها به افزایش استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه تجدید شونده بلکه به استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب کشور نیز مساعدت نماید. با در نظر داشت سعی و تلاش‌های جامعه جهانی جهت دسترسی به سطح صفری پرتوهای گلخانه‌ای ما نیت داریم که اقتدارهای خود را عاید به استحصال انرژی سبز تا سال 2050 دو برابر افزایش دهیم. مورد ذکر است که تاجیکستان عین حال 98% قوه برقی خود را از نیروگاه‌های برقی آبی استحصال کرده از لحاظ فائز تولید و استفاده انرژی سبز در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. به قدر بنیاد انشاءات نوی هیدروانرژیتیکی بخصوص نیروگاه برقی آبی راغون با اقتدار 3600 مگاوات کشور ما در این رده‌بندی به دو زینه دیگر بالا می‌براید. اینچنین می‌خواستم سعی و کوشش‌های تاجیکستان را جهت تطبیق برنامه‌های برقرارسازی جنگل‌ها و وسیع کردن میدان جنگل پروری تاکید نمایم. طبق سازشنامه پاریس چند پیش تاجیکستان به کاتبات کنونسیون قالبی تغییریابی اقلیمی سازمان ملل متحد نمونه نوی سهمی معین کننده پرتوهای گازهای گلخانه‌ای را در سطح ملی آماده و پیشنهاد نمود. در فرجام سخن می‌خواستم ذکر نمایم که رسیدن به هدف‌های گذاشته شده به ذخیره‌های ضروری یعنی سرمایه، علم و تکنولوژی‌ها می‌تواند سالهای زیاد طول کشد. از این رو برای بسیاری از کشورهای رو به ترقی مساعدت جامعه جهانی در این جاده چون هر وقت مسئله نهایت مبرم باقی خواهد ماند. از توجهتان سپاسگزارم.